بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. والتین والزیتون. قسم به انجیر و زیتون، یعنی قسم به سرزمین شام و بیت المقدس. و طور سینین. و سوگند به طور سینین. و هذا البلد الامین. و قسم به این شهر امن، یعنی مکه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم. ثم رددناه اسفل سافلین. سپس او را به پایین ترین مرحله بازگردانیدیم. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند که برای آنها پاداش تمام نشده نیست. فما يكذبك بعد بالدین. پس چه چیز سبب می شود که بعد از این همه دلایل روشن روز جزا را انکار کنی؟ الیس الله باحکم الحاکمین. آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟